رفقا سلام، خیلی مخلص، خوش اومدید به دومین ویدیو یوتیوب من. اگر تتو آرتیستی هستید که هنرجو دارید میتونید این نکات رو به هنرجوتون انتقال بدید و اگر هنرجو هستید در واقع خب این نکات مستقیم خیلی به درتون میخوره. موضوعی که میخوام راجعش صحبت بکنم در مورد هزینه اولیه برای خرید متریاله. توی یه جمله بهتون میگم اگر دوست دارید که کل انرژیتون از دست بدید، کل اعتماد به نفستون از دست بدید، برید و هر چی که پسنداز دارید رو خرج متریال کنید. برید خفن ترین دستگاه تتو رو بگیرید، برید از هر رنگ یه عالمه بگیرید، برید از هر سوزن 4-5 تا بسته بگیرید. نه، این کارو به هیچ عنوان انجام ندید. مثلا 2-3 تا سوزن از هر مدل رنگ رو به صورت میلی تهیه بکنید. نیازی نیست دستگاه خیلی خفنی بگیرید. ببینید این موضوع مستقیما روی اعتماد به نفستون تاثیر میذاره. شما اگر مبلغ خیلی زیادی رو پرداخت بکنید برای خرید متریالتون، خب در حین آموزشاتتون اگر اشتباهی داشته باشید، اگر یک لحظه حس بکنید که شاید قرار نیست شما این کار رو به خوبی یاد بگیرید، شاید شما برای تتو ساخته نشدید، به جای اینکه یکی توی ذهن شما بگه که تمرین کن، تو میتونی، این تکنیک سختی نیست، تو میتونی تتو آرتیست بشی، یه نفر دیگه توی ذهن شما میگه که تو خیلی بی‌عرضه‌ای، تو یه مبلغ خیلی زیادی رو هدر دادی. به نظر من بهترین کار اینه که کمترین حالت ممکن رو هزینه بود. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم خیلی 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 مهمه.